بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما مینوی پیج لیاوت و از قسمت اسکیل تو فیت شروع میکنیم. موضوعاتی که در قسمت اسکیل تو فیت است یا همچنان پیج ستاپ، شیت آپشن، این موضوعات ما در پیج ستاپ مطرح کردیم. خود اسکیل تو فیت در اینجا و همچنان پرینت ریسایز و مرجن و بک‌گراند یا در اینجا قرار داره. مرجن و هیدر اند فوتر یایی که در اینجا فعلا سه است، اینجا شارکتش قرار داره. و شیت آپشن، شیت با آپشن هایش در اینجا قرار داره. کال ما امیر رو مطرح میکنیم، مثل گرید لاینز گفتیم در چاپ ده یا نه، حالا مورد در اینجا کار میکنیم. و همچنان این چیزایی است که تمامش در اینجا درج است، به اساس سهولت شارکتایش به اساس کمند در امینو ست است. یعنی چی از استفاده کنیم و چی از اینجا استفاده کنیم. امی اورینتیشن شارکتش به اینجا فکس است. حالا پس میاییم در اینجا ما داریم از شیت آپشن، شیت رایت تو لفت. اگر میره کلیک کنم از کدام طرف اومدی شما را؟ از طرف راست، یعنی نظمه که به اساس متن دریز ما میتونیم از طرف راست به چپ شروع کنیم. ایام در اینجا اومد A B C D F، یعنی از طرف. پس اگر کلیک کنیم از طرف چپ به راست قرار گرفت که متنای انگلیسی رو ما میتونیم ترجیح بدیم در اینجا. میگه گرید لاینز اگر فعلا ویو یعنی از دیجه در خود شیت ما میتونیم ببینیم، میخوایم نباشه من چی پیش میکنیم فعلا در اینجا نیست. که یا هم یکی از نظمایی است که ما میتونیم بعض از جدول به می شکل تطبیق کنیم. طور مثال میگم باشه تایم and date، باز میتونیم که این انتخاب میکنیم و از هم از این لاین استفاده میکنیم تنها به طرف داونش مثلا باتن بار به شکل. و خب پس اگر بین در پیج لیاوت میگیم گرید لاینش رو ویو کن، اما اگر پرینت کنیم در پرینت نامده. میخوایم که در پرینت هم به منظور از این لاین نیست، گرید لاین عمومی است. ما یک متن درج میکنیم، اگر ما این رو پرینت ریویو کنیم گرید لاین نامده، یعنی از پیج ستاپ چی از اینجا برش بگوین پرینت کو گرید لاین و چی از اینجا میگین گرید لاین سا پرینت کن. پرینت ریویو میکنیم چی در چاپ آمد گرید لاینز. چیزایی که در مشیت است همی در پیج ستاپ است شارکت هایش هست. هیدینگ روز فعلا میگم هیدینگ رو ظاهر است، سال میگم نباشه چکش میکنیم مثلا ABC و یک دوسری که در هیدینگ ها قرار داشت. حالا اگر چکش کنیم این ABC و شمارش هم ظاهر شد. که گفته میتونیم یک موضوع را به اساس آدرسی اصلا آدرس مطرح میکنن. طور مثال میگم 1000 2000 مساوی 1000 جمع 2000. میگیم 30000 از کجا شده؟ کلیک کن به اساس آدرس میگه F16 جمع F17 شده. F16 یعنی کالم F روی 16 که خانه 1000 است جمع F17 شده، یعنی کالم F روی 17 که 2000 است. به اساس آدرس این هیدینگ ها به کار میره. اگر ما بریم در پیج لیاوت فعلا این ویوز اگر بخوای نباشه هرچی ما پرینت ریویو میکنیم آیا هیدینگ ها در چاپ هست، میخوایم که هیدینگ ها در چاپ ظاهر شود. در این صورت میگیم پرینت کن هیدینگ پرینت ریویو. هیدینگ ها چی شده در چاپ آمده. میتونیم بگوییم امین تکست در کالم دی و روی ده قرار دارد. بعد از این خب بعد از این در قسمت ارنج ما اگر یک شیپ و پیکچر چندین پیکچرها رو بریم و میتونیم از برینگ تو فرانت، فرانت تو بک از یا مورد مطالعه کل چیزایی است که ما در ورد هم خوانیم و در موضوعات قبل از این در هم مطرح شده. بعدا میایم در بخش فرمولا. فرمولاس
اولا ما یک نظر عمومی بالای مینوی فرمولاس میپردازیم. خود فرمولا یکی از موضوعات عمده و اساسی در پروگرام اکسل است که یعنی موضوعات 99% فرمولا زریجه تطبیق میکنه. البته موضوع فرمولاس چند مثال کوچک فعلا در اینجا میتونم، چون از این موضوع ما فعلا از فرمولاس نیست. به خاطر از اینکه ما در اخیر کماند ویو و بعد از مینوی ویو آخرین کماند ماکروس مینوها که در مجموع با کمانداش تکمیل شد، باز ما شما در اخیر اکسل بالای فرمولا میچرخیم. حالا فقط یک نظر اندازی بالای فرمولا، یک سهولت براتون میگم که یعنی باز فرمولایی که ما بعدا میخوانیم از این کماند چه رقم استفاده میشه و که ما به شکل سم و کاونت رو خواندیم او چه رقم است. فعلا ما یک جدول داریم، یک جدول کوچک ما درج میکنم و یار خواندن بدیم. خب ما قبلا سم خوانده بودیم و برش گفتیم به شکل که مساوی سم قوس باز این شکل فرمولیش هست، یعنی فرمولیش به این معنی که توسط تکس این سهولت با تایپینگ هست که خود از این سپورت بشه از فانکشنز و اینجا تجزیه شده، یعنی سپورتش از اونجاست، در غیر از اون تکس ناق نیست که ما یعنی منبع داره، منبعش باید از در کجاست. all the salary select قوس بسته انتر چند شد. این که ما از اینجا استفاده کنیم چیست در انزر فانکشن میم سم. فقط شما در اواخر نمرات کلیک میکنین در انزر فانکشن سم که نمرات اوکی کنم یک اوکی دیگه کنم چند شد 21,000. فرمولیش همین بود که ما باید فرمولا نشته کنیم، اینجا اتوماتیک تطبیق میشه و این فانکشن های ساده است، فانکشن هایی که باز اف و این موضوعات هست ایران باز بعدا میخوانیم. یا مثلا اینجا که تجزیه شده آتو سم اینجا هم سم است نمود در اینجا دیگه، یعنی تجزیه شده هر بخش یعنی آتو سم چیزایی که موضوع سم از در اینجا قرار گرفته سم کلیک میکنم یک انترش کنم 21,000، یعنی همون فرمول را که ما نشته میکنیم از اونجا سپورت میشه. یا مثلا میخوایم بزرگترین معاشات را دریافت کنم چی از برش بگید مکس چی از فانکشن، اینی فانکشن هایی که در شما میبینید کلش در داخل عزیز کلش اینی عمومی جایش هست، اینجا دیگه تجزیه شده مثل سم اکانت یا همیشه هستن یعنی مثل کاونت و در داخل عزیز هست. یا این فانکشن های دیگه ما داریم دیت تکست و تایم یا اینجا ما داریم کاونت نمبر رو باز هم اگر بگیم مور فانکشن کجا آمد عمومیش خراب بود. اولا میگم مکس بلندترین نمبر اوکی چند هستن خودش 8000 هست که ما شما با اساس مساوی مکس قوس باز به این شکل خوانده بودیم که همین خودش هم سپورت میشه از اونجا. اینی بود موضوعات فانکشن. یا مثلا میخوایم کسایی که انجینیر است $500 بالای ماشون افزود شه و بالای دیگه کس افزود نشه. این فانکشن هایی است که میخوانیم اف قوس باز اگر خانه پوزیشن مساوی به انجینیر. فعلا یک مثال چون ازی که میتونم تشریحات نمیتیم دیگه بارن منظور اینجا چیز که جرا من واضح بسازم چی جا آمد logical test value true value false این می عرصه چیز باید است که بعدا در اینجا به میگم خانه ماشش جمع 500 در غیر آن برش میگیم 0 قوس بسته انتر. انجینیر 1000 بود 500 دیگه موضوع شد 500. کسایی که انجینیر نیست فایننس 4 0 یعنی ماش قبلی خود میگیرن. کسایی که انجینیر است صرف بالای زود افزود شد. اگر یک نفر دیگه به نام رستم است انجینیر است 7000 ماش است 7500. یک نفر دیگه به نام امید فایننس است 8000 ماش است 0. اینی موضوعات را که ما بعدا میخوانیم هم از اینجا استفاده میکنیم و هم از insert function کو از این سپورت شده f اوکی چیزی را که گفته بودم logical test value true value f
فالس. بعد از این میگم اینجا انتخاب میکنیم، میگیم اگر خانه پوزیشن مساوی با دبل کوتیشن دکتر بود، یعنی این شکل استانداردش در اینجا است. خب انجینیر اینجا برات میگه ترو، یعنی درست است یا اسپیل که در اینجا نباشن. میگه ولی ترو اگر میگه انجینیر بود چی کنم؟ میگم خانه ماششن جمع اور منفی 100 دلار. در غیر آن میگه چی کنم؟ این بازه لکچر داره که چی معنا میده. فعلا منظور ماضی فانکشن ها نیست، فقط مثال ما بگم. میگم در غیر آن 0 بکش. اوکی. انجینیر از 100 دلار کم کرد. دیگه کسایی که انجینیر نیست یعنی معاشای خود میگیرن. کسایی که صرف انجینیر از 100 دلارش کم شد. این موضوعات را که ما بعدا مطرح میکنیم در اخیر مینوها و کماندا جای اساسی از او در اینجا است که از اینجا سپورت میشه. بعد اینجا داریم فانکشن لایبرری تا اینجا ست است. بعدا میایم در قسمت نیم منیجر. قبل از نیم منیجر باید از ما اول دیفاین نیم کنیم که دیفاین نیم در اینجا افزود شده. بعد از سالری میگیم باشه اول تایم توتال. مساوی سالری جمع آور تایم در خانه توتال. وقتی کلیک کنم در فرمولا بار چی نشان میده؟ فعلا خب میفهمیم که ماش با آور تایم اینجا توتال شده. اما شما فکر کنید یک جدول وسیع دیگه است که ما جدول وسیع است و در قسمت تجزیه شده. توتال چندین توتال ها سال ما نمیفهمیم که توتال از چی آمده بدون از اینکه فعلا برای ما واضح است. اما شما فکر کنین که برای ما واضح نیست. کلیک میکنین این براتون چی میگه؟ فرمولا بار میگه دی دا جمع ای دا شده، یعنی کلم دی روی دا جمع کلم ای روی دا شده، یعنی 1100 پس تا 1100 قرار گرفته. اینا ما تا کو آدرس ازش پیدا کنیم وقت ضایع میشه. میخوایم برای ما اونجا بگویم نامش رو بگویم که سالری جمع آور تایم شده یا مو هر فیلد که جمع شده. در این صورت ما توی عمل تطبیق میکنیم. در نخست کو از وظیفه دیفاین نیم خانه ماش سلکت میکنیم. بدون توتال چقدر فرمول دیگه که هست ما میخوایم به اساس آدرس نه به اساس نام نشان بده. به شمول عنوان خانه امو دو موضوع که نتیجهش اومده سلکت میکنیم یکیشو. در دیفاین نیم انتخاب میکنیم. بعدا میگیم اوکی. آور تایم سلکت چقدر که هست دیفاین نیم اوکی. اینال پس وقت کجا اد شد جدیدن ما شما میایم میگیم مساوی عنوانش نشان میکنیم. پیشتر سلکت میکنیم میگیم سالری جمع آور تایم. حالا بالای توتال کلیک کنیم میگیم چی شده. اگر ما دیفاین نداشت نکنیم باز اون صورت با اساس عنوان جمع کردن نمیتونیم. دیفاین اونجا معرفی شده که یعنی این موضوع رو ما درج میکنیم. اگر مثلا ما بیم بخوایم که چیزی که دیفاین اد است میتونیم از اینجا اپلای کنیمش. اپلای سالری رو میگم اوکی. خب تانوز اپلای یوز فرمولاس از اینجا مطابق میکنیم سالری. بعد از او اپلای در اینجا مطرح میکنیم که بدون از او که ما او رو کلیر کنیم اما آدرس به نیم تبدیل کنیم. باز در یوز این فرمولا میایم. منظور از این چی هست؟ پیشتر ما امور نشته کردیم مساوی سالری جمع آور تایم. بعض اوقات میشه که ما با اساس از این ما نمیفهمیم که چی در دیفاین است، باز اینجا میتونیم ادش کنیم. دو چیز فعلا در دیفاین نشده. میگم سالری بعد از او آور تایم یک انتر میکنین براتون تطبیق میشه. یعنی چی نشته کنین چی از اونجا سیم است و بعد از اون بخواین تطبیقش کنین به این شکل ست میکنینش. و کار دیگه که ما در اینجا داریم بعد از اون پیست نیم است. از اینجا میتونین پیستش کنین. شارکتش بیشتر در اینجا قرار داشت. این در پیست نیم میاین اونمو چیزی در اینجا بگه سالری ده اوکی. باز میاین در پیست نیم اونمو عمل بیشتر که شارکتش بود آور تایم. بعد از اون اوکی. بعد از این اینجا داریم create form selection. این وظیفه چیست؟ حالا پس میایم به اساس
ادرسی را انجام میدیم سالری جمع آور تایم. این با اساس آدرس شد، نشته نکردیم. حالا وقتی که در اینجا ما بیایم چی میگه؟ باز با اساس آدرس میگه کالم دی روی ده همراه اینی کالم جمع شده. اینا که وقت نشته شده، فکر کنید بالای 100 نفرم تطبیق شده. ضرور نیست میره پس کلیر کنم اثر نشته کنم مساوی جمع آور تایم. تو سر خود از تطبیق کنیم که می آدرس چنج بند نمیشه. باز در این صورت از کریت فارم سلکشن استفاده میکنیم. میایم بالای توتال در مجموع کلیک میکنیم، کریت فارم سلکشن انتخاب. بعد از اون میگیم تاپ رو چی مانو؟ چیزی که میگیم دا دیفاین. شرط استفاده کردن کریت فارم سلکشن دری است که اول دا دیفاین موضوعات را که ما میخوایم در فانکشن استفاده شه و باید صورت باشه با شمول تایتلش، با شمول عنوانش. بعد از اون میگیم کریت، یعنی سر از این تطبیق کو یا ایجاد کو تاپ روی که در دیفاین است. تاپ روی از چی است؟ سالری و آور تایم است. اگر لفت کالم باشه به این معنی که عنوانازه به طرف چپ میشه باشه، چون از ما فعلا قبلا که در دیفاین نشد در تاپ قرار داشت. تاپ رو انتخاب میکنین اوکی. بعد از اون میاین در دیفاین بالایش اپلای میکنین سالری و کنترل افشار میگیرین آور تایم. بعدم میگین اوکی. حالا کلیک کنم آدرس به چی چنج شد. این تنها منظورم از توتال نیست، فانکشن های بیشتر دیگر هم که ما شما میخوانیم. صرف منظور ما این است که با اساس سهولت تجزیه یک جدول عمومی که ما در جای دیگه اگر بخوایم میره بفرستیم، اونا بتونن که از طریق اما در فرمولا بار به سهولت فرمولا رو پیدا کنن که چی از کجا، یعنی سرچشمه و یا امیر رزالت هم از کجا باید دست آوردیم. در این صورت این منبعش هست که میتونه مستقیما بالای خود آدرس با نام خود یا نام فانکشن تطبیق کنه. در هر جایی بریم کلش براتون که یعنی 5500 سالری همراه با آور تایم جمع شده که نشسته. باز هر قسمت جدول باشه ما عنوان پیدا کنیم، میفهمیم که این توتال که در پولی شده واضح است. ما جدولایی رو میخوانیم که جدول در یک قسمت است، ترزیع از او در دیگر جای شده، یا جدول در اینجا است ترزیعش در شیت 3 شده. از اون طریق باز ما میتونیم میرن دریافت کنیم. فعلا جدولای کوچک هستن. ما تو جدولا رو در اینجا مورد مطالعه شاید قرار بدیم، یا در قسمت دیتا موضوعات دیگه است که شیتا در مجموع موضوعات بسیار وسیع فایل است. کل توتالات در شیت 3 است. شیت اول، شیت 2، شیت 10 تا مثال باز از اون نگاه باز ما میتونیم از اینجا دریافتش کنیم. بعد از این یکی از موضوعات دیگه که در اینجا کاربرد داره کریت فارم سلکشن دیگه چی هستن؟ طور مثال بعد از نیم همون انزرت کالم که در اینجا کاربرد مثلا طور مثال این فادر نیم باشه. احمدی یا محمد احمد خود منصوری یک مثال هستن. حالا میخوایم یک موضوع دیگر اینجا مطرح کنم. میگم وقتی که بالای یکی از نام‌ها کلیک کنم اینجا نوشته شد نام، چیزی را که من کدش لینک یا ارتباط میتونم فعلا ما فولدر نیم مطرح میکنم. با شما میتونید از جدول چیزهای دیگر هم مطرح کنید که کاربرد داشته باشه. میگم وقتی که نام کلیک کردم اتومات فولدر نیمش اینجا نشون میده. چرا؟ وقت ماشات میشه ضرور نیست جدول وسیع است، نام اینجاست فولدر نیم اینجا. حالا ما تا که بیایم بقولم میشه چند به نام کبیر چند نفر ما داشته باشیم. حالا من نفر میگم نام چی است، میگه کبیر ولده و ما تا نامش رو داره کنم وقت ضایع میشه که فولدر نیم از یعنی حالا می شخصی که اومده کدام کبیر است. در این صورت یعنی یک سهولت است که می کلیک کنم اتوماتش فولدر نیم میشه یا اتومات آیدی کارتش برام بگه یا مو فیلای دیگه که شما با صورتتان بعداً استفاده قرار بدین. این سهولت دیگه است define name است. چیزی که منظور ما سلکت شده با شمول عنوانش، عنوان شرط است. میایم در اینجا در define یک اوکی میکنیم. فادر نیمون میایم در اینجا در define اوکی. بعد از او اردویش سلکت میکنیم و میایم در قسمت create for selection. این دفعه برای چی میگیم؟ این دفعه اینجا left انتخاب میکنیم. left به این معنی یعنی وقتی که اگر به طرف رایت کلیک کردم از طرف چپ مطابقتش برام ظاهر شده، یعنی طرف راست فادر نیم است، طرف چپش نیم است که در اینجا برام نشون داده شده. اینو میگیم اوکی.
yes. باز همی هر دو سلکت می باشه. باز می این دفعه میگیم right column. وقتی که اگر باز چپش کلیک کردم یعنی اگر نام کلیک کردم فادر نیم و فادر نیم کلیک کردم نامش نشان میدم. اوکی یس. بعد از این فعلا ما بالای کبیر که کلیک کردیم نامش اینجا نشان داد، فادر نیمش درجه. قبلا چی میکرد؟ آدرسش نشان میداد. اگر ما بیایم بگیم رحمانی با اساس فادر نیم، رحمانی دیگه نشان داد، میگه نام اصلش چیست؟ یا همین رقم که ما دو فیلد نیم فادر نیم است، شما اون فیلدایی که زیادتر مطرح در یک جدول مثلا فکر کنیم در اینجا است، آیدی کارت در طور مثال یعنی اگر ما این تا دریافت کنیم وقت ضایع میشه از بعد ما بگیم همین که ابیر آیدی کارتش چند است. از نگاه ماشات یا وقتی که یک موضوعات رسمی رو به خود میگیره فقط این شارکت براتون میتونه قرار بده. یا ما رو کلیک میکنیم فادر نیم جریجه قرار میده. اما قبل از اون به این شکل بود. اگر من کبیر کلیک کنم کبیر نشان میده، میگه در آدرسش در کجاست؟ B7 یعنی کالم B برای 7. خب درس ما امیجا به پایان میرسه. ادامهش در ویدیوهای بعدی انشالله مورد مطالعه قرار میدیم.